خیلی وقتا شده مشتریا پیش ما اومدن و از ما تقاضای پروژکتور 50 یا 100 وات کردن. بعد وقتی ازشون پرسیدیم خب چرا 50 یا 100 وات، گفتن که همکارانم شما با این مشاوره رو دادن. ازشون پرسیدیم چه اساسی این مشاوره رو گرفتید، گفتن که اونا گفتن بر اساس تجربه. توی این پست ما میخوایم واقعا بررسی کنیم که چه معیاری برای نور رشد گیاه اهمیت داره. به خاطر اینکه بعد از اینکه ما رفتیم پروژهشون رو دیدیم فهمیدیم که یک نور 12 وات هم براشون کافی بوده. میخوایم ببینیم که توی انتخاب نور رشد گیاه وات مصرفی مهمه یا لوکس یا پار و سطح پوششه. از این 4 تا عاملی که بهتون گفتم، وات مصرفی که فقط برای مصرف برق یک چراغ، لوکس هم که اصلا برای نورای رشد گیاه نیست، ربطی نداره، فقط سطح پوشش و پار نوری برای نورای رشد گیاه اهمیت داره. حالا تو این پست ما میخوایم 2 مدل از چراغ‌های رشد گیاهمون رو با هم دیگه مقایسه کنیم، 30 وات COB و 18 وات LED. دقیقاً واتیج مصرفیش نصف میشه. میخوام ببینیم این نورش نصف میشه، بیشتر میشه، همون قدره و چه تفاوتی با هم داره. خب این یه پروژکتور 30 وات COB که در فاصله 70 سانت تا تاج گیاه داره در مرکز 16 پار نوری میده و این عدد خب برای مناسب خیلی از گیاهای آپارتمانی نیست. حالا این لامپ 18 وات سرپیچی ماست که هم لنز گذاری شده و هم طیف گذاری شده. توی همون فاصله یعنی 70 سانتی تا تاج گیاه دقیقاً 302 پار نوری داره. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم و شما تفاوتش رو اینجا احساس کردید. توی این پست دیدید که واقعا توان مصرفی چراغ اهمیت نداره و چیزی که برای چراغ رشد گیاه مهمه سطح پوشش و پار نوریه. ممکنه خیلی از همکارای ما پیشنهاد نوری مختلف مثل 50 وات و 100 وات رو به شما بکنن، به خاطر اینکه خیلی از چراغ‌ها رو ندارن، موجود ندارن، در صورتی که شما شاید نیاز نوریتون کمتر باشه و باید برای انتخاب نور رشد گیاه مناسب مشاوره درستی بگیرید. خوشحال میشیم که زیر همین پست نظرات، سوالات راجع به فضاهای گیاهیتون رو ارسال کنید که ما بتونیم به شما مشاوره درست بدیم.